سلام و وقت بخیر. امیدوارم که خوب باشید. این دومین تولید محتوای ما در راستای کتابخوانی هست. خیلی خوشحالم که دوباره فرصتی شد که مجدد روبروی شما بنشینم و در مورد یک کتاب با همدیگه گفتگو بکنیم. کتابی که انتخاب کردم تلخ و شیرین از سوزان کین که یکی از برترین سخنرانان تد تاکس هست و میخوام با این جمله شروع بکنم که تلخ و شیرین تمایل به حالات تمنا و سوز و اندوه هست، آگاهی مبرم از گذر زمان و لذتی عجیب خوشایند از زیبایی جهان، نیرویی که به ما یادآور میشود نور و تاریکی، زایش و مرگ همواره جفتند. تراژدی زندگی لاجرم با شکوهش پیوند دارد، همواره از دل هر نوسازی دوگانگی هایی برمی آیند، اما از قضای روزگار زیستن در این دوگانگی ها تنها راه گذر از آنهاست و هدف چیزی جز این گذر نیست. تلخ و شیرین یعنی میل به وحدت، اشتیاق به وصل. این کتاب در مورد این موضوع صحبت میکنه که اندوه و تمنا چگونه باعث کامل شدن شخصیت ما میشه و در واقع در 9 تا فصل میاد موضوعات خودش رو مطرح میکنه که من قسمت های مهمی از اون در واقع فصل ها را خدمتتون میخونم. مقدمه کتاب با این جمله شروع میشه که دلتنگی ما همیشه، دلتنگ دنیایی دیگر و بهتر. تلخ و شیرین برخلاف آنچه فکر می‌کنیم احساس یا رویدادی آنی نیست، بلکه نیروی خاموش است، نوعی از هستی، سنتی نامآور که از قضا با وجود پتانسیل شگرف انسانی همواره مخفول مانده. تلخ و شیرین پاسخی است اصیل و تعالی بخش به مشکل زندگی در دنیایی پرنقص اما واقعاً زیبا. از سن کم به ما یاد دادند گریه کردن را کاری قبیح بدانیم، بچه ننه، و اندوه خود را تا آخر عمر ناشایست بشماریم. دکتر سوزان دیوید یکی از روانشناسان دانشگاه هاروارد هست، توی مطالعه که روی بیش از 70,000 نفر انجام داده نشون داد که 1/3 از ما خود را دارای احساساتی منفی همچون غصه و اندوه می‌دانیم و میگه که این کار نه فقط با خودمون بلکه با عزیزانمون مثل فرزندانمون نیز میکنیم. برعکس که حالا این موضوع در واقع شاید تو ذهن ما باشه که تلخ و شیرین احتمالا حالتیه که ما همش تمایل داریم به دیدن زیبایی ها و موضوعات این چنینی. این موضوع خوبه که بهش اشاره بشه که در واقع همین تحقیقی که سوزان دیوید انجام داده که ما فقط 1/3 این رو میپذیریم که دارای احساسات منفی هستیم، یعنی اینکه انسان پکیجی از احساسات مختلف، غم، شادی، خوشحالی، خشم، عصبانیت، خیلی خیلی مهمه اول از همه که به این آگاه باشیم که همه ما این هیجانات رو تجربه میکنیم و احتمالا اگر در فضایی قرار بگیریم که اندوه رو تجربه بکنیم یا دچار یک سوگی بشیم، عزیزی رو از دست بدیم یا موقعیت این چنینی، طبیعتاً کاملا طبیعیه که در واقع این احساسات و هیجانات منفی رو تجربه بکنیم، ولی اینکه چجوری از این عبور بکنیم و به اون حالت تلخ و شیرین یا در واقع به اون یک پارچگیه برسیم موضوع این کتابه. به این موضوع اشاره بکنم که ما وقتی در مورد تمنا صحبت میکنیم خوبه که به ریشش بپردازیم. ریشه واژه تمنا در انگلیسی کهن به معنی قد کشیدنه. در واقع جایی که ما رنج میکشیم همان جایی است که واقعا اهمیت میدهیم، آنقدری اهمیت میدهیم که دست به اقدام میزنیم. در واقع اون آتش تمنا دروازه بزرگ رسیدن ما به تعلق خاطره. به این موضوع اشاره کنم که جالبه، مثلا ما اکثر خود کتاب بهش اشاره میکنه، ما اکثر مثلا در واقع داستان‌هایی که توش قهرمانان خیلی بزرگی داریم و ساخته و پرداخته ذهن انسان هست و یا حتی در واقعیت همشون در واقع در تمام این قصه ها مثلا مثل هری پاتر یا بقیه در واقع داستان ها قهرمان داستان یتیمه. وقتی در واقع والدین میمیرن که یک نماد دیگه، یعنی یتیم بودن حاصل از نبود یک ابژه عشقه،
تبدیل میشه در واقع به اون آتش و تمنا که ما در واقع دنبال این هستیم که یک کاری رو انجام بدیم و دست به اقدام بزنیم. توی فصل بعدی به این موضوع میپردازه که این اندوه و تمنا چطوری باعث ایجاد در واقع خلاقیت توی انسان ها میشه و آیا درد میتونه دروازه ورود ما به خلاقیت باشه یا نه. خیلی این جمله برای من به شخص جذاب بود که غم از میان تمام احساسات بزرگترین عامل پیونده. در واقع وقتی ما غم رو تجربه میکنیم باعث میشه که به آدم ها نزدیکتر بشیم و اون احساس و در واقع اون عصبی که همدلی رو در ما فعال میکنه در ما ایجاد میشه با اون غمی که در واقع تجربهش میکنیم. غم برانگیزاننده شفقت است، یعنی دل آدم ها را به هم نزدیک میکند. غریزه شفقت یعنی این انگاره که ما انسان ها برنامه ریزی شده ایم تا با محبت به مشکلات همدیگر واکنش نشان دهیم. دستگاه عصبی ما ظاهراً تمایز چندانی میان درد خودمان و درد دیگران قائل نمی شود. واکنشش به هر دو یکیست. شفقت که همون واژه انگلیسیش هم در نظر بگیریم کامپشن، در لغت به معنای رنج کشیدن با یکدیگر است و غمی که شفقت از آن سر برمی آورد احساس یاریگر جامعه و عامل پیوند و عشق است. وقتی غم را تجربه می کنیم در رنج هم شریک می شویم. از معدود زمانهایی است که انسانها واقعا به آسیب پذیری خود اغراق می کنند. تنها زمانی است که فرهنگمان به ما اجازه می دهد واقعا درباره احساساتمان صادق باشیم. حالا به این بحث شفقت پردازیم و اینکه چطوری میتونه در ما رشد پیدا بکنه. یکی از بزرگترین در واقع عامل‌ها و محرک‌هایی که باعث میشه شفقت در ما ایجاد بشه و یا بهتر بگم رشد پیدا بکنه پرورش فروتنیه. اینکه نگاه بالا به پایین نداشتنه کمک میکنه که ما اون در واقع ارتباطه یا اون عامل اتصاله رو با دیگری تجربه بکنیم. اینا احتمالاً توی روابط مختلفمون مثلا مخصوصا محیط‌های کاری میتونیم تجربه بکنیم دیگه. آدم‌هایی که نگاه بالا به پایین رو در واقع به آدم‌ها دارن خیلی اون شفقت و مهربانی یا دلسوزی رو شاید توشون کمتر ببینیم. یکی دیگه از موضوعاتی که کمک میکنه ما شفقت رو در خودمون رشد بدیم اینه که هر چقدر با خودمون ملایم‌تر صحبت کنیم با دیگران نیز همچین رفتاری رو خواهیم داشت. کتاب میگه دفعه بعد که ندای تند درونتان را میشنوید مکث کنید، نفسی عمیق بکشید و سعی کنید دوباره صحبت کنید. با همان ملایمتی با خودتان صحبت کنید که با کودکی عزیز حرف میزنید. فصل بعدی به این موضوع میپردازه که چرا ما در تمنای عشق کامل در واقع همون بی قید و شرط توی آدم ها هستیم و این چه ارتباطی با علاقه ما به ترانه های غمگین یا روزهای بارانی داره. آلن دوباتن که احتمالاً شما عزیزان نیز بشناسینش به این موضوع میپردازه که آیا کسی هست که فکر کنه زندگی با او آسان است؟ در واقع هدف اصلیش از این سوال اینه که عیب و ایرادای خودمون رو ببینیم و میگه این خیلی خطرناکه احساس بکنیم در واقع خیال میکنیم که یک نفر دیگه میتونه تمام نیازهای ما رو توی ارتباط مرتفع بکنه. البته که به این موضوع هم اشاره میکنه که یکی از فاحش‌ترین اشتباهاتمون توی رابطه اینه که خیال میکنیم نمیتوانیم سواد و مهارتمون رو توش افزایش بدیم. و میگه که چطور ممکنه کسی شما رو همینطور که هستید دوست بدارد؟ همه شما انسان‌هایی به شدت پرعیب و ایراد هستید. چرا کسی شما رو همینطور که هستید دوست بدارد؟ باید پخته‌تر شوید و رشد کنید. ببینید فصل بعد. آیا خلاقیت با اندوه، تمنا و تعالی مرتبطه؟ که فصل 3 در مورد این صحبت می‌کنه. میگه هر دردی را که نمی‌توانید از آن خلاص شوید به پیشکشی خلاقانه تبدیل کنید. یکی از استادان روانپزشکی دانشگاه جانز هاپکینز در سال 1993 یه تحقیق رو انجام داد که نشون داد افرادی که در عرصه هنر فعالیت دارن 8 الی 10 برابر بیشتر از دیگران در معرض اختلالات خلقی هستن و
میاد حالا در واقع توی این تحقیقش زندگی چندین نفر از هنرمندان برتر رو مثل میکلانژ بررسی میکنه و در واقع کتابی تحت عنوان هنرمندان عذاب دیده در سال 2012 منتشر میکنه. اون به این نتیجه دست یافت که داستان زندگی هنرمندان همیشه با مقداری درد و رنج همراه بوده و در واقع اونها تونستن از اون درد و رنجشون مسیر خلاقیت رو به سمت هنر در واقع طی بکنن. غم اصلی ترین احساس منفی نهفته در پس خلاقیت هست و بهتره که خلاقیت رو از منظر تلخ و شیرینی ببینیم، یعنی همزمان با تاریکی و نور گلاویز شدن. مسئله این نیست که درد مترادف هنر باشد، مسئله این است که آدم خلاق این قدرت رو در خود دارد که در چشم درد خیره شود و آن را به چیز بهتری تبدیل کند. فصل 4 در مورد موضوع صحبت میکنه که چگونه با عشق از دست رفته کنار بیاییم و میگه عاشقان خواهند رفت از دست اما عشق نه. به چند تا موضوع اشاره میکنه توی این فصل که اینکه این فقدان ها به روانمون سر و شکل میدن و در واقع الگوی تمام مراوده هامون رو مشخص میکنن. اگر اونها رو نفهمیم و فعالانه نکوشیم تا عادات احساسی جدیدی شکل دهیم، بارها همون الگوها رو تکرار میکنیم. چیزی که احتمالاً در موردش بیشتر شنیده باشید که خوبه که ما در پس هر سوگ و در واقع فقدانی که تجربه میکنیم اون الگوی تکرار شونده رو پیدا بکنیم تا دوباره تو دام اون الگوی قرار نگیریم. دومی که هر چقدر هم کار درمان رو انجام بدیم، باز هم بعضی چیزا شاید تا آخر عمر پاشنه آشیلتان باشد. ترس از وانهادگی، ترس از موفقیت، ترس از ناکامی، ناامنی عمیق احساسی، حساسیت به واپس زدگی، تردید در مردانگی، کمالگرایی، خشم شدید یا اندوه سنگینی که حس می‌کنید می‌خواهید از پوستتان بیرون بزند. بیشتر وقتها گوشتان را بگیرید تا این نغمه ها را نشنوید، اما باید بپذیرید که همیشه هستند و خواهند بود. در واقع وقتی ما سوگ و فقدان رو تجربه میکنیم، این باور که قراره مثلا مثل یک لوح سفید در واقع کاملا بتونیم اون موضوع رو، اون خاطره رو، در واقع اون تجربه تلخ و حذف کنیم، هیچ وقت اینطوری نیست. یعنی احتمالا بعد از پاک کردن اون لوحه یه جاهایی رد پاش میمونه و بعد بپذیریم که این هیجانات منفی بخشی از ماست و درون ما در واقع باقی خواهند بود. و موضوع بعدی اینه که عشقی که از دست دادید یا عشقی که آرزویش را داشتید اما هرگز به آن نرسیدید در واقع تغییر شکل میدهند و همیشه سر جایشان است. رسالت شما اینه که اونو به شکل جدیدش در بیاورید. بخوام صحبتامو با 5 مهارت در واقع مربوط به پذیرش تلخی تموم بکنم. یکی این که باید قبول کنیم که فقدان پیش آمده. توی هر در واقع شرایطی، تلخی‌های، ناگواری‌هایی که در واقع توی زندگیمون تجربه می‌کنیم، اول از همه باید بپذیریم که این اتفاق پیش اومده. دومی که احساسات همراه آن را با آغوش باز بپذیریم. سوم، باید تمام احساسات، افکار و خاطرات ما را قبول کنیم، حتی افکار و احساسات غیر منتظره و ظاهراً نامتناسبی مثل رهایی، خنده و آسوده خاطری. چهارم، باید انتظار داشته باشیم گاهی این احساسات ما را در خود غرق کنند. پنجم، باید مراقب افکار ناسالم باشیم. مواردی نظیر این که باید این را پشت سر بگذارم، همش تقصیر من است و زندگی نامرد است. و این قسمت رو با این جمله تموم میکنم که همه ما روزی با درد جدایی یا مواجه شدیم و یا مواجه خواهیم شد و مهم اینه که بتونیم مهارت‌های در واقع رویارویی و مقابله با اون رو یاد بگیریم و در خودمون رشد بدیم. خیلی ممنون.